روز 23 سپتامبر یک گروه رانندگان در نزد وزارت نقلیات سر یک کروپسیای را که سالها بازترین نهاد دولتی ادامه داشت روی او برآورد. معلوم شد که نرخ کتاب بارکشانی بین المللی که رانندگان برای انتقال بار به خارج $350 می خریدند همگی $35 بوده است. همین طور نرخ دزوال اجازتنامه انتقال بار بین کشورها که رانندگان بیچاره چندین سال $60 می خریدند همگی 84 سامانی بوده است. این سر هم وقتی کشوده شد که میان رفت‌های دزوال فروش نرخ یک چنین حجت را اول تا $140 بالا بردند و به این هم قناعت نکرده روزهای آخر نرخ را تا $400 بالا خیزاندند. رانندگان اکنون میگویند مجبورند که هفته آینده دوم باره برای اعتراض به وزارت نقلیات بروند. شیرعلی گنجلی زاده رئیس خدمات دولتی نظارت و تنظیم ساحه نقلیات به ما وعده داده بود که همه شرکت‌های لوجستیکی را جمع و مسئله را حل می‌کند. در حقیقت بعد اعتراض ما بلانک‌های دزوال که کمیاب شده بود از نو پیدا شد، ولی میان رفت‌ها برای هر دزوال از 120 تا $140 طلب دارند. حالا اینکه نرخ رسمی آن همگی 84 سامانی یعنی از $8 هم کمتر است. 15-20 مرتبه بالا بردن نرخ یک کاغذ را که در ازبکستان $8 و در روسیه برای رانندگان تاجیک تماما بی پول است، گفت روز 26 سپتامبر در صحبت با پایگاه خبری بامداد یکی از رانندگان ناراضی. کروپسیای روی راست با کمک و اشتراک بی‌واسطه مقامات دولتی است اینجا. چنین به نظر می رسد که چشمشان دیگر از یگان کس و یگان چیز نمی ترسد. او یک کاغذ نرخش 84 سامانی را 100 سامانی فروش، انا دو برابر به بالایش من 150 حتی 200 سامانی فروش او نه خود $140. یگان ذره انصاف نمانده است. گپ وزارت را هم به یک درم نگرفتند. این میان رفت‌ها میگوید راهبر یک شرکت نقلیاتی که به سبب بالا رفتن نرخ دزوال کشاندن بار را از ازبکستان متوقف کرده است. طور قبلا خبر دادیم صبح 23 سپتامبر حدود 70 راننده‌ای که از ازبکستان به تاجیکستان بار میکشانند به نشان اعتراض از پولکنی‌های بی‌انصافانه در نزد وزارت نقلیات تاجیکستان در شهر دوشنبه گرد هم آمدند. به گفته همصحبتان پایگاه خبری بامداد، رانندگان نوروزی را مسئولان وزارت نقلیات قبول کرد. عرضشان را شنیدند و وعده دادند که روز 23 سپتامبر رهبران تمام شرکت‌های لوجستیکی را جمع آورده مسئله را حل می‌کنند. رانندگان نوروزی میگویند میان رفت‌ها نرخ سندهای را که برای انتقال بار از خارج لازم بود به طور بی‌انصافانه بالا برداشتند.